سلام دوستان عزیزم، جمیله هستم. به چنل من خیلی خوش اومدین. توی این آموزش قراره یه مدل خاص و متفاوت رو به اسم ماه آویز ببافیم. این مدل چون چند مرحله‌ایه، آموزش رو براتون توی 2 قسمت 5 دقیقه‌ای جدا آماده کردم تا راحت‌تر یاد بگیرین. الان این قسمت اوله، با دقت ببین و با من همراه باش. اول نخ رو به تور دستمال وصلش میکنم، بعد 4 زنجیره میبافم، با پایه کوتاه به دستمال وصل میکنم. حالا 3 بار دیگه همین کار رو تکرار میکنم، یعنی 3 بار 4 زنجیره میبافم و به تورم وصل میکنم. حالا 10 زنجیره میبافیم و به تور وصل میکنیم. و 4 زنجیره دیگه میبافیم و دوباره همون مرحله اولی رو تکرار میکنیم. کل رجمون رو به این شکل میبافیم. خب همونطور که میبینید این رج رو من به این ترتیب بافتم. برای رج دوم دوباره نخ رو از اینجا که قیچی کردیم میایم دوباره اول کارمون. نخ رو که وصل کردیم 4 زنجیره میبافیم و به وسط این حلقه رج اولمون وصلش میکنیم. همین بافت رو برای حلقه بعدی هم انجام میدیم، یعنی دوباره 4 زنجیره دیگه میبافیم و به این قسمت وصلش میکنیم و دوباره 4 زنجیره دیگه میبافم و به وسط این حلقه بعدی من وصلش میکنم. به این ترتیب این حلقه رو هم به این شکل وصلش میکنیم. خب ببینید الان اینجا کارمون به این شکل بافته شد. برای اینکه به این قسمت اینجا رو هم به این قسمت وصل کنیم باید با پایه کوتاه وارد این حلقه بزرگ بشیم و اینجوری یه پایه کوتاه ببافیم. حالا اینجا مرواریدم رو میارم و با پایه بست وصلش میکنم. داخل حلقه یه پایه کوتاه میبافم، دوباره یه دونه مروارید، یه پایه کوتاه. پس داخل این حلقه رو با 7 مروارید پر میکنیم. پایه‌مو یعنی اینجا به این شکل میام داخل این حلقه بدون زنجیره با یه پایه کوتاه اینجا وصلش میکنم. دوباره 4 زنجیره میبافم و میام به وسط حلقه بعدی با پایه کوتاه اینجوری بافتم و وصلش میکنم. دوباره روی این 3 تا حلقه که مونده رو با همین شیوه انجامش میدیم. و این رج رو هم به همین ترتیب میبافیم. اینم رج دوم که به این شکل بافتم. یه بافته رج سوم دوباره نخمو از این گوشه وصلش میکنم. دوباره 4 زنجیره میبافم، میام داخل حلقه بعدی با پایه کوتاه وصل میکنم. دوباره 4 زنجیره و به وسط پایه بعدی وصلش میکنم. اینم از حلقه بعدی.
حالا 15 زنجیره میبافیم. و حالا به اینجا وصلش میکنیم. دوباره 4 زنجیرم رو میبافم، به وسط این حلقه رج قبلی وصلش میکنم. 4 زنجیره دیگه و به این وسط وصلش میکنم. الان اینجا دوباره 15 تا زنجیرم رو میبافم و به اون طرف به اینجا وصلش میکنم. این رج رو تا آخر به همین ترتیب میبافم. تا اینجای کار رسیدیم. ادامه آموزش تو قسمت بعدی منتظرته. حتما ببین که مدل کامل بشه.